درود و وقت بخیر به همگی. جناب رحمانی، اولا لیستی فرمایشی خودتان به تالار آوردید. نصاب نداشتیم، رأی گیری کردید. رأی گیری در مورد نوشتن یک اعلامیه در مورد موضع مجلس در قبال صلح و نظارت از این روند که بعد نوشتن هم باید تاییدیه مجلس عمومی را می گرفت که چنین نشد. تمام این موارد یکی پی دیگری خلاف اصول وظایف داخلی است، خلاف در خلاف. دوما کنفرانس برگزار کردید. به عنوان رئیس خودخوانده کمیته صلح حمایت از حکومت موقت کردید. جناب رحمانی، پاسخ بگویید به ما و مردم، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از آدرس مجلس از کدام و گروه یا کشور دستور میگیرید که چنین بر ضد منافع مردم در شرایط حساس گپ میزنید؟ از جایگاهتان سوء استفاده میکنید. این خیانت است به جایگاه پلیسی جرگه به عنوان رئیس. مردم تجربه تلخ و زشت حکومت موقت را دارند و اینکه بعد از حکومت موقت نظام چطور از هم پاشید. نظام فعلی در نتیجه قربانی شدن فرزندان این سرزمین به دست آمده و حفظ آن به معنای ارزش‌گذاری به خون شهیدان است. آیا شما درکی از این ارزش به این بزرگی را ندارید؟ اگر چنین است، محترمانه و شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید که کشور را به بحران و جنگ نبرید. کمیته فرمایشی به اصطلاح صلح فوراً لغو شود. فریب ایران و پاکستان را نخورید. بلندگوهایشان این روزها جدی به صدا در آمده اما پیروز نخواهند شد. جناب رحمانی، افتخار است که برای نظام کار کنید تا که برای یک بیگانه و یا دشمن کار کنید. شما نمیتونید که رد بکنید این مسئله را که حمایت نکردید، چون هم ویدیو در این رابطه وجود داره و هم یک تعداد که در جلسه کمیته تان بودن این را تایید کردن. زنده باد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و جمهوریت.